من دوستان ناظر خانم چطورین؟ اومدیم با 4 تا انیمه مخصوص مارول فن ها و اینکه لطفا قبل از اینکه شروع کنیم لایک و سابسکرایب یادتون نره و بریم دیگه. انیمه اول انیمه آیرون من یا مرد آهنی خودمون که درباره تونی استارک که وقتی توسط تکنولوژی خودش زخمی میشه کارش میذاره کنار. خب این جزء مرد آهنی یکه، ولی تو این انیمه میره ژاپن که مثلا تکنولوژیشو اونجا بهتر کنه و هم و اتفاقات جالبی هم اونجا میفته. همین انیمه دوم انیمه وولورین که درباره قراره که یه دخترکی که دوست دختر وولورین میاد یهو دزدیده میشه توسط پدرش که تو توکیوه و وولورین میخواد یا لوگان صرف میکنه که بره اونجا و اونو نجات بده و اتفاقات جالبی هم بهش میفته. انیمه سوم انیمه ایکس من ها که درباره ایکس من هاست که یکی از همکارشون میمیره دنبال قاتلشن و تو این مثلا دنبال قاتلشون میرن یا با یک سازمان شروع میشن که تو اونجا مثلا افرادی هستن که قدرت خاصی دارن مثل ایکس من هاست ولی فرق داره و همین دیگه. انیمه چهارم اونجرز کانفیدنت بلک ویدو و پانیشر که شاید خیلیاتون پانیشر رو بشناسین و ایشون و با بلک ویدو به دستور این چی بود نیک فیوری میرن که یه مأموریتی رو انجام بدن. همین و همین دیگه. مرسی که تا اینجا دیدین و لطفا لایک و سابسکرایب کنین، خیلی ممنونتون میشم و